روز 12 ماه سال 2023 در میدان سرخ در مرکز شهر مسکو در نزد کرمل قرارگاه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 4 پفک را با پرچم اوکراین به هوا سر دادند. بعد یک ساعت برای این دو شهروند تاجیکستان الشیر قادروف 30 ساله و بهرام عثمانوف 27 ساله را دستگیر کردند. احتمال می رود که آنها را بخبر در این اقدام استفاده بردند. عکس‌های پفک‌ها با پرچم اوکراین در فضای میدان سرخ اول در تلگرام کانال اوکراینی اندریوشنکا تایم نشر شدند. در فضای کرمل پرچم اوکراین دیده شده است. افراد نامعلوم آن را در میدان سرخ در مسکو به هوا سر دادند. روسیه به این عادت کن نوشته شده بود در زیر عکس‌ها. تلگرام کانال باز خبر داد که پرچم رنگش کبود و زرد اوکراینی را در فضا در مرکز مسکو سانه 12 ماه روزانه مشاهده کردند. یک شاهد خبر داد است که پفک‌ها را از یک ماشین سر دادند. به گفته او افراد ناشناس سوار اوپل در میدان سرخ ماشین خود را منع کردند، باردار ماشین را کشودند و پفک‌ها را به آسمان سر داده به ماشین سوار شدند و زود آنجا را ترک کردند. بنا به اطلاع بعض این ماشین اوپل را الکی بعد یک ساعت منع کردند. در آن الشیر قادروف و بهرام عثمانوف سوار بودند. بعض می نویسد که آنها به هوا سر دادن پفک‌ها را اعتراف کردند، ولی از سر دادن پرچم اوکراین کاملا ابراز بیخبری کردند. الشیر قادروف و بهرام عثمانوف گفتند که امروز با این پفک‌ها پلاکات با نوشتجات سپاسیبا за дочь یعنی تشکر برای دختر را به هوا سر دادند. چون این کار را معمولا پدران بعد تولد فرزندشان همچون عرض سپاس به همسر انجام میدهند. بعضا می نویسد که به احتمال غالب مهاجران تاجیک خودشان بیخبر در این اقدام پروپاگاندیستی استفاده بردند، زیرا عکس‌های پرچم اوکراین در فضای کرمل خیلی زود در کانال‌های اوکراینی پیدا شد. به بالای این الشیر قادروف و بهرام عثمانوف در روسیه ثبت نام قانونی نداشتند. نسبت به آنها با چند اتهام از جمله برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه و بی‌آبرو کردن قوه‌های مسلح این کشور پروتکل مأموری ترتیب دادند. و این دو جوان تاجیک اکنون نه فقط حبس بلکه اخراج از روسیه نیز تهدید می‌کنند، چون که مقامات روسیه به قضیه‌های بی‌آبرو کردن قوه‌های مسلح خیلی با حساسیت برخورد می‌کنند و حتی برای اقدام‌های ناچیز جزای سخت‌تری می‌دهند.